برات واقعا مهم مردم چی میگن؟ میگه که یکی زاهد، یکی عابد، یکی یاغی یا بازاری، هر کسی همسان ذات خود قضاوت میکنه ما رو. یعنی هر آدمی ما رو نه اونطوری که هستیم بلکه اونطوری که خودشه قضاوت میکنه. دزد همه رو دزد میبینه، دروغگو همه رو دروغگو میبینه. چرا برات مهم آدمو چی میگن؟ تکلیفتو با خودت روشن کن. تو برای کی زندگی میکنی؟ مردم یا خودت؟ اگر برای مردم زندگی میکنی باید بهت بگم بد باختی. اگر برای خودت، برای اهدافت، برای ارزش‌هات زندگی میکنی پس اصلاً مهم نیست که دیگران چه درکی از من دارن. این مردم نه از خدا راضین، نه از خودشون راضین، نه از خانوادهشون راضین. من خانومی رو دیدم اونقدر درگیر حرف خانواده و فامیل بود، چندین سال با قصه فقط فکر کرد، خودخوری کرد، با قصه و ناراحتی خوابید که چرا فلان اینو گفت، آخرش کنسر گرفت. دوست ندارم غمگین حرف بزنم، اما دوست دارم بیدارت کنم. مثلا فکر کن الان زمان زیستن تو در این دنیا تموم شده. حرف مردم کجاست؟ مردم کجان؟ خسته نشدی از این که همیشه بخوای خوب بقیه باشی؟ یه بارم برای خودت خوب باش، یه بارم برای خودت زندگی کن.